السلام علیکم و رحمت الله. کسایی که درباره آمدن رمضان نشرات میکنن که آتش دوزخ خراب میکنه، هر کسی اول رمضان خبر داد و میگن که به یک خبر دادن آتش دوزخ خراب میشه، این سخت بدعت میکنه، گناه میکنه. این دلالت است چیزی است که در اساس نداره، در حدیث نیست، در قرآن نیست، حتی اقوال صحابه نیست. هیچ قسمی این بدعت نشر میکنن و پیامبر میگه که یاکم و محدثات الامور، خبردار چیزای نو در دین خدا نگاه کنید. فإن كل محدثة بدعة، زیرا هر چیزی که نو در دین ایجاد میکنه بدعت است. و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. و کل ضلالة فی النار، و هر گمراهی در آتش است. این مردم میوازی که از آتش جهنم خدا خلاص کنن، در آتش جهنم خدا روان میکنن، زیرا این بدعت است و این سبب گناه میشه. این کارا را نکنن، از الله بترسن. دوستا که گپ ما را میشنون باید به این عمل کنن.